ویدیویی که دیروز اتفاقی تو گالریم پیدا کردم و اینجا به اشتراک گذاشتم به من یادآوری کرد که من الان از 18 و 19 چشمام به جز خشونت و جنازه و مرگ و زخم و جنگ و اینا چیزی ندیده و اصلا در واقع یه جورایی احساس کردم که نیاز دارم از نیاکانم یاد بگیرم و یه کمی به اطرافم دقت کنم. طبیعت همیشه اونا از طبیعت فهمیدن که چی کار کنن. امروز کلاغه رو دیدم که چقدر قشنگ خودش اول سیر شد، بعد یه مقداری از غذاشو ذخیره کرد، بعد بقیه‌اش هم برداشت برد قارقار کرد و با هم نوعاش قسمت کرد و به این نتیجه رسیدم که من باید به شرایطی برگردم که حداقل مطمئن باشم که سوروایوالم لحاظ خودم اونقدری که لازمه باید سعی کنم به خودم رسیدگی کنم. یه کمی باید دقت کنم برای آینده‌ای که پیش بینی نمی کنم چطور باشه و همچنین بقیهش رو باید به هموطنانم کمک بکنم و به خاطر همین دوست داشتم که این ویدیو رو هم با صدای خودم اینجا بذارم که برای خودم به یادگار بمونه از این روزهای وحشتناکی که داریم میگذرونیم و یادم نره که همیشه باید از طبیعت یاد گرفت.